ادامه خبرها. نماینده سازمان ملل متحد در قطر میگوید که امارت اسلامی در این جلسه اشتراک نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که هیچ کشوری در افغانستان مداخله کردن نمیتواند. امارت اسلامی میگوید که طالبان ضرورت به رسمیت شناختن ندارد. امارت اسلامی خودش یک دولت رسمی در افغانستان میباشد. امارت اسلامی میگوید که هر کشوری در افغانستان مداخله داشته باشد جواب دندان شکن داده خواهد شد. نماینده سازمان ملل متحد میگوید که در ماه بعدی امارت اسلامی در این جلسه اشتراک خواهد کرد. What does it mean? There's need to be Afghanistan, what is some Taliban? ما طالبان در جلسه قطر اشتراک خبر کرده بودیم، اما طالبان اشتراک نکرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از تمام سیاسیونی که از افغانستان فرار کرده است گفته است که به زودترین وقت در افغانستان بازگشت کردن میتواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که هیچ کشوری در افغانستان مداخله کردن نمیتواند. افغانستان مستقل یک کشور اسلامی میباشد. مرة دطولو جانيان وشتاع چې د افغانستان په مداخله لاس موله چې هر څوک د زموږ په افغانستان د زموږ امارت اسلامي چې مداخله وکړي سخت موږ هغه ته جواب ته ورکوو د دې مخ ته یې نیسو. تعداد زیاد از باشندان هزاران جبرئیل میگوید که اگر امارت اسلامی تامین امنیت ما کردن نمیتواند، تعداد زیاد از هزاران فرار از افغانستان خواهد کرد. باشندان جبرئیل میگوید که روز گذشته به تعداد 5000 کشته و 16 زخمی شده است. اگه هر جزاله سشی موتی موشه اما قومی از ما کپک مردم ما از امارت اسلامی کمک نخواهیم تامین امنیت ما هزارا را بگیرم. هزارا میگوید که اگر امارت اسلامی تامین امنیت ما رو نگیرد مشکلات سنگینی در این کار روبرو میشد. الحاج ولی ولایت هرات میگوید که هر شهروند افغانی تامینش امنیت است. ما د ټولو شریف خلک ایراتیانو زموږ وطندارانو غوښتنه دا ده چې امارت اسلامي شپه ورځ ګزمه لري امنیت هغه سړی چې دښمني لري د طالبات بدنامي جوړوي موږ نه پرېږدو چې د انشاءالله زموږ سره مشکلات جوړ کړي. تعداد زیاد از مردم ولایت فاریاب میگوید که به مسیر شهرهای بادغیس فاریاب مشکلات سنگین ترافیکی قرار گرفته است. ریاست پایگانی ولایت بادغیس مولوی عبدالرحمن گفته است که به تعداد 65 کیلومتر راه بازسازی شده. ما اشتراک چوار کرده سبب یا جوره الکانه کار شروع. جنرال عبدالرشید دوستان در مزار میگوید که طالبان هیچ وقت مزار گرفتن نمیتواند. جنرال دوستان استاد عطا محقق و تعداد زیادی از سیاسیونها در مزار شریف جمهوری شده است که تا تامین امنیت مزار را بگیرد، اما امارت اسلامی گفته است که در هفته آینده مزار سقوط خواهد کرد. ما پامم همه طالب پیش میایم معقب همه مالا شو قبل کلمه ایراتون دا چقدر. امیر اسماعیل خان میگوید که جنگ در شایدهی عراق قرار گرفته است. پیشروی ما در منطقه کاریزک میباشد. خدا شاهده که مجاهدین نگفتیم که ترمز کنیم، اما طالبان سلوری میایم. نمیشه دارا جنگ با خدا نمیشه دسته شدیم از جنگ. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امارت اسلامی خواسته است که تا مرتبه دخترانه را بازگشایی کند. امارت اسلامی میگوید که کرزی هیچ صلاحیت درباره چوکیا قرار گرفته است. حامد کرزی میگوید که اگر مرتبه دخترانه بازگشایی شود تامین امنیت سواد و رشد در افغانستان خواهد بود. والله بالله دادو بخدا دادو کی میدویست تصیراتش بخورش کنید. تعداد زیاد از مهاجرین ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگوید که مسیر شهرهای بادغیس و بالامرغاب مشکلات سنگینی روبرو است. باشندان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگوید که در فصل زمستان خوراکه در بالامرغاب با مشکلات رسیدگی میشود. اما اگر که پتاگیلو پیدا کیاشو واشلو پیدا کیاشو ویاشلو پیدا کیاشو در تو باش قرآن چلر نست